خاک آفرید که از آن خاک انسان پاک آفرید. دوستای نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوش آمدید یک بار دیگر به اساسات ژنتیک در برنامه برشناسی کبوتران از طریق چینل یوتیوب اولین انجمن کبوتران افغانستان یا The First Afghan Pigeon Association. در این برنامه اساسات ژنتیک بحث برنامه در مورد کروموزوم های کبوتران می باشد و تا حد توانایی که دارم عزیزان دل کوشش نهایی خودم می کنم که خیلی مختصر و کوتاه برای شما عزیزای خود تشریح بدم. همون معلومات را که شما لازم دارید در قبال علم ژنتیک صرف و صرف امور برای شما خیلی ابتدایی تشریح می کنم تا شما عزیزایم بتوانید از این علم در عرصه شوقتان یک استفاده مثبت کنید. پس شما را عزیزای دل انتظار نمیگذارم و برنامه را آغاز میکنیم. البته مورد بحث برنامه امروزی ما کروموزوم ها در کبوترها و پرنده ها می باشد. اما در آغاز اجازه بدین که برایتان یک تعارف کوتاهی از کروموزوم های جنسی در انسان ها بکنم و بعدا میریم به سراغ کروموزوم های جنسی در کبوتران. انسان ها 23 کروموزوم از پدر میگیرن و 23 دیگر از مادر که جمعاً 47 کروموزوم میشه. در انسان ها کروموزوم های X و Y وجود دارند که این میره به نام کروموزوم های جنسی ما و شما میگیم. البته 6 کروموزومز که هستند خانم ها 2 دانه X کروموزومز دارند، اما مردها 1 دانه X و 1 دانه Y کروموزومز دارند، کروموزوم های جنسی البته. اما در کبوترها خیلی مغلق می باشد چون که کبوترها کروموزوم های بیشتری دارند. کبوتران کروموزوم های Z و W را دارند که هر یکی از این کروموزوم ها معلوم می سازه که یک کبوتر نر است و یا ماده. کبوترهای نر وقتی که زمانی که شما میبینید 2 دانه Z داره این میره به نام هومومورفیک سکس یاد میکنن. کبوترهای ماده وقتی زمانی که شما میبینید Z را همراه W Z and W را شما یک جا میبینید این میره به نام هترومورفیک یاد میکنن. عزیزان دل، قسمی که من بر شما تشریح کردم کبوترهای نر 2 دانه Z می داشته باشن این میره به نام هومومورفیک سکس یاد میکنن و کبوترهای ماده Z and W می داشته باشن این میره به نام هترومورفیک یاد میکنن. کبوترهای ماده 1 کروموزوم Z و 1 کروموزوم W دارن، بنابراین فقط 1 کپی از ژن رنگ دارن در خود. کبوترهای نر 2 کروموزوم Z دارن، بنابراین 2 نقصه یعنی 2 الیل دارن. الیل به معنای نقصه، الیل به معنای گونه دیگر. خوبتر و بهتر است که بگوییم الیل یعنی نقصه. از همون جایی که روی 1 کروموزوم جنسی قرار داره میگوییم که ژن رنگ به جنسیت مرتبط است، یعنی سکس لینک. ژن های مرتبط با جنسیت از الگوهای مختلف ارث در کبوترهای نر و در کبوترهای ماده پیروی میکنه. ژنتیک در کبوترها چگونه کار میکنه؟ این مربوط کاراکترهای ارثی در کبوترها میباشه. یک ژن کنترل میکنه که آیا یک کفتر میتونه کوکلی باشه یا خیر. یک ژن کنترل میکنه که آیا یک کفتر میتونه که موزه پای باشه یا خیر. یک ژن کنترل میکنه که آیا یک کفتر میتونه پرپای باشه یا خیر. اینمی مربوط کاراکترهای ارثی در کبوترها می باشه. شاید حالا در ذهن شما خطور کرده باشه که چرا کبوترها 80 کروموزوم دارند. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم عزیزان دل، وقتی که در قسمت کبوترها میم یکم یا پرنده ها بگویم خوبتر و بهتر است یکم مغلقتر می باشه. چرا کبوترها 80 کروموزوم میخورن؟ در طول تولید سپرم یک روندی است که به نام میوسیس یاد میشه. همه جفتها تقسیم میشه و هر سپرم فقط 40 کروموزوم داره. در وقتی که سپرم با هم ترکیب میشه و همین است که یک کبوتر جدید تشکیل میشه. در مجموع کبوترها دوباره 80 کروموزوم به دست میآورند. و این هم تعارف کوتاهی از تولید و تشکیل یک کبوتر. و یک بار دیگر
عزیزان دل صحبتای خود خلاصه می سازم تا اساسات ژنتیک به شما عزیزان به درستی تشریح بدم و شما به درستی درک کنید به نهایت ابتدایی. ببینید عزیزان دل، انسان ها 23 کروموزوم از پدر می گیرند و 23 دیگر از مادر که جمعاً 47 کروموزوم می شود. اما در کبوترها خیلی مغلق می باشد چون که کبوترها کروموزوم های بیشتری را دارند. در انسان ها X و Y وجود دارد، اما در کبوترها کروموزوم های Z و W وجود دارد که هر یکی از این کروموزوم ها معلوم می سازد که یک کبوتر آیا نر می باشه و یا مادر. عزیزان دل، برنامه های ژنتیکی ما به طور مختصر و ابتدایی می باشد چون که لازم نیست که ما و شما از هر نکات علم بیولوژی با خبر باشیم و حقیقتا اطلاعات بیشتر از این برای همه ما و شما خستگان تمام میشه و باعث میشه که ما و شما از علم ژنتیک دوری کنیم. به همین دلیل شخصا کوشش نهایی خودم میکنم تا به شکل خیلی ساده و پیاده برای شما دوستای خوبم تشریح بدم مسائل ژنتیکی ده. به هر حالت دوستای نهایت گرامی، شوقیای عزیز و گرانقدر، علاقمندان بزرگوار، صمیمانه از تک تک شما نازنینا تشکری میکنم از این که تا آخرین لحظات برنامه با ما بودید و اگر از این کلیپ و یا برنامه های دیگر ژنتیکی ما قابل استفاده دریافت کردید، پس دوستانه و صمیمانه تقاضا میکنیم که به چینل یوتیوب اولین انجمن کبوتران افغانستان یا The First Afghan Pigeon Association سابسکرایب کنید و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعدی، خدا یار و مددگارتان. اولین انجمن کبوتران افغانستان یا The First Afghan Pigeon Association.